والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عنوان امروز در مورد صبر از معصیت هست. یکی صبر در عبادت هست و دیگر صبر از معصیت هست. که صبر در عبادت میگه وقتی که ما در عبادت کردن صبر نداشته باشیم، در روزه گرفتن صبر نکنیم و سایر از عبادت ها اگر صبر نداشته باشیم، طبعا که عبادت کردن نمیتوانیم. و عنوان ما امروز نیست. امروز عنوان ما صبر از معصیت هست که در معصیت در گناه کردن هم صبر است. یک برادر میگه من نمیتونم که گناه نکنم، یعنی جلوی گناه گرفتن نمیتونم. جوابش این است که چی کار کنه؟ صبر کنه. در مقابل گناهش چی بکنه؟ صبر کنه. چون که خداوند میگه من با صابران هستم. کسی که صبر میکنه من با او همیشه هستم. واصبر ان الله مع الصابرین. پس دوستان عزیز، عنوان برنامه و عنوان امروزی در مورد صبر از معصیت هست که در مقابل همه گناهانی که میکنید صبر داشته باشید. اگر تلویزیون میبینید، اگر آهنگ میشنوید، به خود بگو صبر داشته باشید، چون صبر گناه را دور میسازد. صبر گناه را چی میسازد؟ دور میسازد. پس دوستان عزیز، صبر این گونه یک نوع عملی است که ما اگر صبر بکنیم چی میشه؟ با عزیزان بیاییم که امروز صبر کنیم. امروز سخت‌تر از گناه نکردن. اگر امروز کسی عقل داشته باشه، هوش داشته باشه، منطق داشته باشه، خب فکر میکنه که 50 سال بعد مولود وفات میشه. روزهای بهادر و سر وقت ما میرسه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از میان دشتی میگذرند که رب صادقین نوشته میکند که قبرستان هست. از درون قبرستان صدا میآید یا رسول الله سوختم. امروز او گوش کجاست که بشنود که مرده ها صدا بزند؟ او گوشی که صدای مرده ها را بشنود کجاست؟ عالی. یا رسول الله سوختم. عالی هم میگه بیچاره ها، ولی کس کرست نمیشویم. پیامبر مشرب مگر گویا این که وارثان واقعی نبی کریم بشنود که در زیر خاک جسد سوخته راستی بیچاره ها، چون که صبر از